در پیشاروی تهدیدهای افزاینده روسیه، امریکا گفت که به استقرار تخمیناً 1000 نظامی در خاک پولشا موافقت کرده است. ولی در اظهارات مشترک امریکا و پولشا که روز 12 ایون از جانب پرزیدنت دونالد ترامپ امضا شد، چیزی درباره به طور دائمی مستقر شدن این نیروها نوشته نشده است. ترامپ روز چهارشنبه گفت که افزایش نیروهای آمریکایی در پولشا شاید از حساب آلمان صورت گیرد. ترامپ گفت که آمریکا در خاک آلمان 52,000 نیرو دارد. پنتاگون به رادیوی آزادی گفت مسئله ذخیره و نیروهای نظامی و دیگر جزئیات این سازش هنوز تکمیل می شود. در چند سال گذشته بعد اشغال کریم و هم پشتیبانی دیدن جدایی طلبان اوکراینی از جانب مسکو، در خاک پولشا تخمیناً 4,500 نیروی آمریکایی جایگیر شد. ناتو به طور جداگانه سال 2017 در خاک پولشا 1200 سرباز را مستقر کرد و گفت که این تدبیر به خاطر بازداشتن روسیه در مقابل اروپای شرقی کرده می شود و اخیراً بیش از $260 میلیون را برای کمک به نیروهای آمریکایی در این کشور جدا کرد.